گرفتن بیمه نامه ها و جمع‌آوری انشاءاتی که قبلا بهتون گفتم، باید برید پلاک های مجاورتون رو بررسی کنید. از هر سمتی که شما پلاک مجاور دارید باید دونه دونه‌اش رو بررسی کنید. این که ببینید اصلا وضعیت ساختمان‌های مجاورتون چجوریه، قدیمی سازن یا نو سازن، زیرزمین دارن یا ندارن. باید ببینید شما باهاشون دیوار مشترک دارید یا ندارید. دیوار برای خودتون راحت میتونید تخریب و انجام بدید. کاری که میکنید حتما با مهندس ناظرتون باید برید دونه دونه از ساختمان‌ها رو چک کنید. باید با همسایه‌ها تعامل داشته باشید، با همسایه‌ها مهربون باشید. خیلی رضایت همسایه‌ها مهمه واسهتون. اگر همسایه مجاورتون زیر زمین داشته باشه تقریبا خیالمون راحت. اگر شما یک طبقه گود داشته باشید و تراز فونداسیونتون با تراز فونداسیون همسایه برابر باشه تقریبا دیگه نیازی به سازه نگهبان ندارید، مگر اینکه شما بخواید یک طبقه بیشتر گود داشته باشید که از اون تراز به بعد سازه نگهبانتون رو میزنید.